18 سالگی مستقل شدن تو ایران سخته. چجوری یه جوونی که الان 27 سالشه، اولش 11 سال پیش با اون شرایط اقتصادی تونسته مثلا مستقل بشه؟ سن 17 18 سالگی اصلا حتی قبل از اینکه کنکور بدم خب برنامه‌نویسی که می‌کردم، ولی خب به صورت کار نبود، ولی تدریس می‌کردم. و بعد از اینکه رفتم دانشگاه یه مدتی هولوش 5 6 ماه کار کردم. دقیقا بعد از اینکه وارد دانشگاه شدم و تو هم 5 6 ماه تونستم جمع شد، عجیبی نبود. علاقهش از اول به خودم بود، یعنی چون اون موقعی که تو هر خونه کامپیوتر پیدا نمیشد، مثلا همیشه میدیدم که پدرم داره با کامپیوتر کار میکنه و از 8 9 سالگی دیگه میدونستم که میخوام تو این زمینه فعالیت کنم. ولی شروع حرفه‌ایش به این صورت که دیگه برنامه‌نویسی حرفه‌ای رو شروع کنم، فکر کنم از اول یا دوم راهنمایی بود. دیگه تو 16 سالگی یه اتفاقی نمایشگاه، یادم از نمایشگاه چی هم بود که رفته بودم و دیدم که اونجا مثلا بنیاد ملی بازی رایانه‌ای داره، مثلا کارآموز جذب میکنه. اون موقع فکر کردم که خب خیلی به بازی سازی علاقه دارم. همین شد که دیگه با التماس و اصرار و اینا گفتم اوکی به عنوان کارآموز میتونی بیای. و اولین تجربه من به عنوان کار کردن، حالا پارت تایم بود که تو 16 سالگی دارم. کار کردن به صورت فول تایم مثلا 18 سالگی شروع شد که هم تدریس میکردم فول تایم، هم یه مدتی یکی از دوستان شرکت استارتاپی رو انداخت و من سی تی او چیرمن تکنولوژی آفیسر اون شرکت شدم.